سامیان ارجمند، حالا حکایه های خرد هجوی را منظور شما می نماییم. تلاش. لبای من بعد یک با کابینتی من دارم یا باشد حاضر دارم یا باتر اگر وقتت باشد حاضر دارایی باز خوبتر جانم کده بانیم بیا خوب شده است السلام علیکم سلام علیکم شما ناز مالیم درست نازمی درست خواهرش کرد شد کنی شد چی خوش خودت نقص بعد نه فقیر بای تو را بیهوده دعوت نکردم. خوش میدونم که تو یک آدمی ذکی هستی و آب را از روشنایی و دوست را از دشمن فرق کرده میتوانی. تشکر مالم. همین یک گپ است که گسله میشدگی از بینیش معلوم میگه. خوش که باشد چند سال باز در این مکتب معلم شده کار میکنی؟ راستا 15 سال شدم. 15 سال؟ 15 سال 15 سال شده است باز تو همین سر خم کرده گشته ایده. چیکار کنم 15 سال این با گفتن آسان در این کسب خونی دل و جگر خورده حتی موی سر برف بر این سفید کرده آمدی چیکار کنم راست گپ دل من برای تو بر این آدم حلال کار مانند انگیش سنگ می سوزد. هی خیر بیا یه مانی گپ روده گاو بر این دراز نکنیم. میدونی که 30 سال جانشینم تو ربقا با جای رسیده است. با درسدهی دلش یخ بر این خنک. همین که آخری سال شد خواهد نخواهد کلوشش را پیشی پایش میمانم. اندیشه کردم که به همین وظیفه معلم ادبیات و زبان جور جاروب را مانم. لیکن همین یک گوشه دلم قرباقه بر این همین تپ تپ پریده گواهی میدهد که او از اجرای این کاری بزرگ و با شرف برآمدن نمیتواند. خانه ساخته سبست بر این سبک صدقه وظیفه شود. و جان به همین وظیفه خودت را تگ چشم کرده گشتم. راستی گپ مرا؟ داملا آخر این چل می شود مگر من لایقی چنین وظیفه هم روز بر این روشن که در دلت 150% راضی. لیکن این گپ باید بین خودمان ماند. دیگر هیچ کس در این باره نباید که داند. خوب همین اکنون خیز اکنون از پسی کارت رو وای جان همون سری راه همون وای جاروب را گوی که 1 دقیقه نزد من درآید. البته ماینش تشکر. خیلی ما در این باره با صحبت میکنیم. البته تشکر داملا. از شما راستی که می ندارم. سلامت باشد. سلامت باشد. کنی مرحمت جور جاروب کنی گذرن
کنی یک مرا دعوت کردید داملا؟ بله. من یک گپی مهم داشتم. مرحمت گوشم با شما داملا. تشکر. نزدیکتر شید. تشکر دوستم. همین فقیر لقش تازه آدمی گل بود است. همین در بیخ گوشش بلبل بر این سرود خانی هم از دهانش لام نمی برایده. توبه کردم. این چخیل آدم. او چنین آدم با طلبه ها چخیل گپ می زده باشد. چخیل. لیکن تو از وی خیلی فرق کلان داری. تو جدا سر ناطق شیرین سخن بعضا می شود که اگر الهامت بیاید لکترانی عالم با یک نور میزنی. حتی لازم شده ماند یک قلط آب ننوشیده 10 ساعت هم لیکس خونده میتوانی. قندت زن با پول خودت. مکتب گروه معلمان خصوصا من از تو 150% راضیم. داملا تعریف کردید یا آدم با خجالت نمانید. برادر وقتی که لازم باشد راستش گفتن در کار. میفهمید راستش. انا برای همین صفتهای خوبت من تو رو به وظیفه جانشینی پیشبری کردنی. مرا با وظیفه جانشینی؟ تو باور کن که همین سال خانش را پدرود گفتیم من تو جانشینی من. لیکن نمیدونم تو جارب زاده به همین وظیفه راضی هستی یا نه. اکن اینش نمیدونم. خیر چی گویم؟ اگر لایق دانید شد قندت زن جان جیگری من. انا همین رازگی تو به من لازم بود. لیکن برادر یک گپ همین یک چیز گفتم منم همین گپ بین خودمان ماند. مبادا کسی از این سیر درک یابد. سر رود و چی؟ سیر. اکنون خودت میدونی از همین روز به ایبا جانشین حساب کرده گشتن گیر. خب چه هم میگفتم اختیار به شما. مبارک شد. بارک الله. در واقع وقتی که به جای کارت میروی همون معلم حساب است که نامش بود زرد کورکویچه گویی که یک سری قدم به نزد من درآید. مایلش خب خوش باش. سلامت باشید. السلام علیکم. بیت کنی زرد کورکویچ. نصب خوش و قواقت برف و باران میبارد کو خودش تینجی است. خاکت تینجی مکتب بی صاحب مانده است. انتظامی طلبه ها سوست از درس ها میگریزند. انا عزت و احترام نیست. او این خودش چی گپ؟ معلم من دیروز پسری رحمت قایل میبینم که کاری تعلیم و تربیه در دل و جگر جا شده است. آفرین دوستم. آفرین زرد کورکویچ. آفرین. جوره جاروب و فقیر لقه و توربقا بر این معلمان باشند نصف مکتب را اگر ترمه برد نیجه اشان خم نمیخورد. تو باشی غم میخوری. غم. ای زردلی جان کدام یک صفت نیکت را گویم. خدا. خیلی بیا نزدیکتر شد. این گپ ها را یک سمانیمو
تعریف کردن گیری تعریف بسیار می شود. راست. شفتالوی گپ همین که فکر کرده قرعه با بالای تو آمد زردلی جان. خیلی قرآن نفهمیدم که حاضر میفهمید. بعد به همین قرار آمدم که تو رو با خودم جانشین کرده گیرم. اکنون گوی که تو به این مصلحت چی میگویی؟ داملا این البته کار خوب و لیکن از دستی من می اومده باشد یا شد مصلحتمون پخت. راست دیگه بگویم همین من ترسیده ایستاده بودم که تو قبول میکنی یا نمیکنی. خیریت که دل مرا فهمیده. لیکن جان برادر، جان شیرین، همین گپ بین خودمان ماند. از این اسرار کسی نباید درک یابد. من باشم همیشه در سر همین اندیشه. خب مصلحت پخت. خب حالا اکنون رو بعد یگان ساعت باز با کابینتی من بیایید. خوب شدستم. خوب. منصب پرست ها حالا با صابون من جامه نشستید. خیر با حلوا گفتن دهانتان شیرین کنم و شکمتان پری هوا، بینیم چی می شود. منصب یک تا و تلاشگر 10 تا. با همین راه آتش شماها را خاموش نکنم. دنیا رو می سوزی، دنیا رو. ممکن؟ رفیق دیرکتر، به شما از شعبه معارف تلفنگرام آمده است. مرحمت، شما رو به مرکز ناحیه دعوت میکنند. خب معنیش خواهش کنی فوراً به شعبه معارف آید. مسئله مهم است. وای محرم جان، زود به زرد کورکویچ خبر دهید با ماشینشان مرا با معارف برند. خوب شده است. خب داملا این از معارف لب و لنجتون آویزان برآمدید؟ ای برادر، کاری دنیا هر خیر می شود. وای زردلی جان، ماشین رو برا درار، زودتر به خانه رسیم. زردلی جان، میدونی چی؟ اگر آدم شدنی باشی از گپم نبرا. هیچ گپ نه. از اسب فراورده باشند از اوزنگو حالا پایم را نگرفتم. و گوشت گیر، تا جان دارم برای جانشین شدنت مبارزه میبرم. حالا ایست، چشماشانم ماش بر این گشاده میمانم. از همه مهمش زردلی جان، یک جای عمل کردن. فهمیدی؟ یک جای. سیر
صدقتون شوم سردار اکا، بالاتون نگیرم. کاش که یک راه خط به یگان شفاگاه یافته میدادید که از دولت شما یک استراحت میکردیم. من بعد باز بیشتر غلام حلقه بر گوشتان میشدم. میشود. پروا نکن. من زنده باشم در سایه دولتم سهولت کرده گردید شهبازها. سلامت باشید. حاضر کن یک رئیس اتفاق کسبه زنگ زنیم چی ها؟ حاضر. الو. چطوره؟ این من. یافتی. آخر با کجا میشد؟ زمرد. با زمرد. یک تا راه خط لازم. دانسته گیر. اگر یافته ندهی با تخمت آتش میزنم. بشوخی. نامش قیرانبک. حاضر نزدت میرود. باز حتل کاری نکنی. فهمیدی ها؟ بله. خب خیر سلامت باش. سلامت باشید. خب اکنون دویده رو تیز گرفته بیا. وای تو رو انتظار است. تشکر. سلامت. فوقی قیرانبک سیخ سراسیمه تق نکرده به کابینت رئیس اتفاق کسبه زده می درآید. من تیز دویده آمدم. من قیرانبک. خوش خدمت. من قیرانبک شاگرد انوی شهرت سیاستویچ. خوش شما قیرانبک خدمت. یا فراموش کرد چی بلا؟ این مردم همه خیلی در از خاطر میبرارده. یا توبه. باز یک بار دیگر فهمونم میباشه داملا. من قیرانبک شاگرد شهرت سیاستویچ. چرا اینقدر خود پسند باشد؟ برگشتم میروم و به شهرت سیاستویچ میگویم. کارها ونگ. خاکه شهرت سیاستویچ نشناخت. حتی به خاطرش هم نگرفت. یا لعنتی. حالا همین طور گوی. حاضر چشمشه ماش بری میکشایم. حاضر. این خیلی آدم نبود که چی؟ شناختی؟ از وظیفت سیر شدی مگر؟ کرنمک؟ چی؟ فراموش کردی ها؟ فراموش کرده که کرسی منصب ما با تو گرفته دادیم. باز کشیده گرفتنش هم آنقدر دشوار نه. صغیره و کبیره دا بیروزی کردن میخواهی. لندهور. و راه خط گفتم با خاجابی با زمرد. گوشت وزنین کنه. آدم این خیلی نشده است نه؟ نامش قیرانبک. حاضر می آید. خوشت به جاش گرده. خب در پیش آدم ها اینقدر. خب حاضر وقت ندارم گپ زدم با. تشکر. یکم فراموش نمیکنم. خب قیرانبک باز به نزد رئیس اتفاق کسبه می آید و من قیرانبک. حاضر سردارمان گفتن کو اکا؟ سردارت کی؟ سردارم شهرت سیاستویچ. برای راه خط به زمرد آمدم. رو همون کلانتا گویی که خودش نزد من آید. تو نه. خوب شده است. یا توبه. اینها مگر دیوانه شدن یا مرا مسخره میکنن؟ یک تاش رفته بیاد میگوید دیگرش باشد کلانت خودش بیاد میگوید. خیر رفته یک به سردار گویم چی؟ باز چی میگوید؟ شهرت سیاستویچ میگوید که کلانت خودش بیاید. کی؟ همون رئیس اتفاق کسبه.
لعنتی حالا همه خیلی گفتگو بد صوتی باز شرم نداشته چنین گفته است چخیل گو کلانت خودش بیاد کلانت خودش بیاد آن نمک زده من حاضر است این حاضر من اینو باب نکنم نمیمونم لنده هوری حاضر است کله برم نمک زده ای دهن تلخ از جانت سر شده مگر تو میدانی با کی گپ زده ایستاده ای گوش کن با شاخی گاو بازی نکن از گفتن از زبانم موی برآورد لندهور یک تا راه خط لازم راه خط کار شده است این چی بلا البته فهمیدم خیلی گوش کن همین قرانبک ما تو را راضی میکند البته این مسئله قطعی وای شعر است وای خب خب مایلش این دم کاتبه می درآید. شهرت سیاستویچ شما را از بابا میپرسند با تلفنی من چی؟ خب من حاضر خدا جونی از جانم بیزار شدم آخر این چی گم اینش میپرسد ویش میپرسد نمیدانم کی تلفن خود شهرت سیاستویچ را درست میکرده باشند که من از این غوا خلاص شوم چی گفتید؟ تلفن شهرت سیاستویچ ویران؟ وای این گپ‌های نباشد با کی گفتن؟ شما حکایه های هجوی سید احمد زردان زنده با دروغ، تلاش و سی را در انصرافه اسمت الله رحیم شنیدید. نقش ها را هنروران تئاتر مینیاتور آینه اجرا کردند. کارگردان خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق. انجام گفتار ادبی از سلسله رادیو تئاتر مضحکه. شما حکایه های خردی هجوی را شنیدید.